دو تا پارچه مانتو شلواری که اگه بپوشی همه همکارا میفتن دنبالت که این از کجا خریدی. حتی مدیرتون هم میگه که از خانم فلانی یاد بگی که اینقدر با سلیقه و قوطی کشیده میاد سر کار. بریم با هم ببینیم. یکیشون سبک کلاسیک و رسمیه، بهش میگن شانتون پرشیا یا لین شانتون. بافت پارچه رو بریم با هم ببینیم. بافت پارچه حالت آبشاریه، یه بافت جذابی داره. این پارچه به هیچ عنوان چروک و آبرفت و پرزه‌ای نداره و همونطوری که مشاهده میکنید 1 2 3 4 5 به هیچ عنوان چروک نمیشه. معمولا بافت پارچه صافه. و دومیش پارچه شانتون صوفیا، یه پارچه‌ای که اینقدر خنک و سبکه که انگار هیچی نپوشیدی. تو تابستون و روزای گرمم که مثل آب رو آتیشه. و در این حال یه پارچه خوشکوپه و ایستایی خوبی بهت میده. خلاصه اگه از قوطی کردن خسته شدی، این دوتا پارچه مخصوص خودته. برای دیدن مشخصات و قیمت این دوتا پارچه هم عدد 32 رو برام ریپلای کن.